سلام دوستان، به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دویشتان خوش آمدید. امیدوار هستم که همه‌تان جور و صحتمند باشین. در ویدیوی امروز من برای شما اکوزاتیو و داتیو را آموزش میدم. امیدوار هستم که این ویدیو برای شما مفید باشد. اگر سوالی داشتین در قسمت کامنت ها بپرسید. کانال دویشتان را سابسکرایب کنید و زنگوله را نیز کلیک کنید تا از ویدیوهای دیگری که در کانال منتشر می شود در زودترین زمان ممکن مطلع شوید. و خب دوستان، حالا میریم سر درس ما. What is accusative? Accusative چی است؟ The accusative is of das direkte Objekt. مفعول اکوزاتیو معمولا مفعول مستقیم هستند. مفعول مستقیم یعنی مفعولی که عمل فعل به طور مستقیم به او میرسد و به سوال when چه کسی را oder was چه چیزی را پاسخ میدهد. به طور مثال ich sehe den Mann، من میبینم مرد را. چه کسی را؟ مرد را. ich habe das Buch، من دارم کتاب را. چه چیزی را؟ کتاب را. ich kaufe die Tasche، من میخرم چه چیزی را؟ کیف را. پس به این نکته بسیار توجه کنید دوستان که حتما به سوال when oder was پاسخ میده چی؟ مفعول اکوزاتیو. و همینطور این دقیقه اوبیکت هست، یعنی مفعول مستقیم که عمل فعل مستقیم به اون میرسه. حالا چه تغییری در آرتیکل های ما در حالت اکوزاتیو میآید؟ در حالت اکوزاتیو معمولا یک تغییر کوچیک در آرتیکل ها می آید. در حالت نومیناتیو ما داشتیم که دیا برای مسکولین، دست برای نوترال، فمینین دی و پلورال هم دی. ولی در حالت اکوزاتیو یک تغییر کوچیک می آید، او هم این حالت مسکولین هسته که آرتیکل دیا به دن تبدیل می شود. ولی برای نیوترال، فمینین و پلورال ما هیچ تغییری نمیاریم دوستان. این نکته بسیار متوجه باشید. در ادامه مثال‌های بیشتری برای اکوزاتیو داریم. Ich trinke den Kaffee، من می‌نوشم چه چیزی را؟ قهوه را. Ich höre die Musik، من گوش می‌کنم چه چیزی را؟ موزیک را. Sie liebt den Hund، او خوش دارد چه چیزی را؟ سگ را. Wir lernen die Sprache، ما می‌آموزیم چه چیزی را؟ زبان را. öffnet das Fenster، او باز می‌کند چه چیزی را؟ پنجره را. Ich esse den Apfel، من می‌خورم چه چیزی را؟ سیب را. Sie besucht die Schule، او بازدید می‌کند چه چیزی را؟ مکتب را. پس به سوال چه چیزی را و یا چه کسی را در اکوزاتیو پاسخ می‌دهد. حالا was ist داتیو؟ داتیو چی است؟ Der Dativ ist oft das indirekte Objekt. داتیو معمولاً مفعول غیر مستقیم هست و سوال when پاسخ می‌دهد، یعنی به چه کسی. مفعول غیر مستقیم مفعول به شخص یا چیزی هست که عمل فعل به طور غیر مستقیم به اون میرسد که در آلمانی ما به این داتیو میگیم. مثلا ich gebe dem Mann das Buch، من میدهم به چه کسی؟ به مرد چه چیزی؟ das Buch، کتاب را. ich helfe der Frau، من کمک میکنم به چه کسی؟ به خانم. ich danke dem Lehrer، من تشکر میکنم از چه کسی؟ از معلم. ولی برای بعضی افعال اونا به صورت حتمی و 100% داتیو هستن. مثلا فعل دانکن، تشکر کردن، ما نمیتونیم بگیم به کسی تشکر کنیم و در فارسی یک جور غیر عادی هست. خب حالا چه تغییری در آرتیکل های ما میآید در حالت داتیو؟ حالت نومیناتیو مسکولین از دیا به دم تغییر میکند، نیوترال ما از دست و دم تغییر میکند، فمینین یا مؤنث ما از دی به دیا تغییر میکند و پلورال ما از دی به دن تغییر میکند. پس در حالت داتیو کلیه آرتیکل ها شکل خود را عوض میکند، در حالی که ما در حالت اکوزاتیو فقط برای مسکولین از دیا به دن تبدیل میشد، ولی در حالت داتیو کلیه آرتیکل ها شکلشان عوض میشود. خب در ادامه مثال های بیشتری برای داتیو هست.
Er schreibt dem Freund eine Nachricht و می نویسه به چه کسی؟ به دوست. eine Nachricht یک خبر. Ich schenke der Mutter Blumen. من هدیه می دهم، تحفه می دهم به چه کسی؟ به مادر. Blumen گل را. Sie erklärt dem Kind die Aufgabe. او توضیح می دهد به چه کسی؟ به بچه. چه چیزی را؟ Die Aufgabe کارخانگی را. Wir glauben dem Arzt. ما باور داریم به چه کسی؟ به دکتر. Er hilft der Nachbarin. او کمک می کند به چه کسی؟ به همسایه. Ich antworte dem Chef. من پاسخ میدم به چه کسی؟ به رئیس. Sie erzählt den Freunden eine Geschichte. او قصه میکنه به چه کسی؟ به دوستان. چه چیزی را؟ eine Geschichte یک قصه را. در حالت آخر فرویندن جمع هسته و در حالت جمع داتیوش از دی بعد دن تبدیل شده است. خب در ادامه فرق آکوزاتیو و داتیو چی هسته؟ Ich gebe den Apfel. من میدهم چه چیزی را؟ سیب را. Ich gebe dem Kind den Apfel. من میدهم به چه کسی؟ به بچه. چه چیزی را؟ سیب را. پس اینجا اپل یا سیب ما مفعول آکوزاتیو مستقیم شد و کیند یا بچه مفعول غیر مستقیم یا داتیو شد. Wir zeigen dem Lehrer das Bild. ما نشان دهیم به چه کسی؟ معلم. چه چیزی را؟ تصویر را. Ich kaufe dem Mann. من میخرم به چه کسی؟ مرد. چه چیزی را؟ Den Pullover. او پولوور را. و در جدول پایین هم دوستان تغییری که در آرتیکل ها برای حالت آکوزاتیو و داتیو آمده را با هم دیگه میبینیم. پس دوستان این قسمت حتما برای خود نوت برداری کنید که خیلی مهم هستن. در قسمت آخر ویدیو اوبونگ هست. جاهای خالی را با آرتیکل مناسب پر کنید. ویدیو را پاز کنید و گزینه مناسب را انتخاب کنید. خب جواب دوستان این گزینه هاست. اگر این گزینه ها رو انتخاب کردین جواب شما کاملا درست است و درس را کاملا متوجه شدید. در غیر از صورت ویدیو را از اول گوش کنید تا کاملا مطالب برای شما جا بیفته، چرا که آکوزاتیو و داتیو بسیار موضوع مهمی در زبان آلمانی می باشد. خب دوستان به پایان یکی دیگر از ویدیوهای کانال رسیدید. امیدوار هستم که از این ویدیو لذت برده باشید و ویدیو را اگر خوشتون آمد حتما لایک کنید و برای دوستان خود نیز ارسال کنید. در قسمت کامنت ها حتما یک جمله از آکوزاتیو و یک جمله از داتیو بنویسید تا من برایتان تصحیح کنم. خب دوستان همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. امیدوار هستم که همه شما خوب و صحتمند بمانید. Tschüss und bis zum nächsten Video.